زادگاه من دهه درغ، یکی از دهه‌های دوردستی ناحیه عینی، یکی از دهه‌های دوردستی وادی فلغر. فلغر این کلمه پهلوی است، همتا یا که سینونیم کلمه فرخور. غرش کوه است، فرش شاید بلند، شاید زیبا باشد. دهه درغ که آن را عادتا درغ شریف هم میگویند. برای چی درغ شریف میگویند؟ من فکر کنم که شرف این نشانه اخلاق بلند، آداب بلند، نشانه جوانمردی، سخاوتمندی اهل همین دیار است که آن را به این سبب درغ شریف گفتند. و شاید از آن سبب باشد که در این دهه گذشتگان این دهه مردمانی بودند که خیلی هم آبروی اعتباری بلند داشتند، شخصانی خیلی هم بزرگ بودند، معتبر بودند در تمام قلمرو وادی زرافشان و شاید سمرقند و بخارا حتی در این منطقه شد خیلی هم بلند بودند، معتبر بودند، برای خاطر این شریف گفتند، یعنی درغ شریف. و باید بگم که من این دهه رو خیلی دوستم داشتم، بغیر از آن که زادگاه هم هست دوستشم داشتم و در وصف این دهه من حتی سرود هم نوشتگیم به زبان عربی به این مضمون است که تلك درغ قد علت موضعا بین الجبال و سقد ما سقا من عیونها الرجال. یعنی دهه درغ گفتگی هستم، این یک دهه است که در دامنه‌های کوه بلند جای گرفتگی است و از آب‌های مصفای چشمه‌هایش مردمانش را، آدمانش را، ساکنانش را آب داده است. و مثل دیگرش، بند دیگرش گفتگی است که درغ تزهو بهجة من علا جیرانها و شاءت الاقدار ان توأمت کزدانها. یعنی صفت این درغ این دهه همچون صفت یکمون شاید دیگر دهه هم تر باشد، آن است که آنها از سربلندی، از پیشروی، بالاروی دهه های همسایه خود مینازند، میبالند و به حکم تقدیر دهه کزدان برادری از یک بطن، مادرزاد، از یک بطن توأمی قشلاق درغ است. برای این خاطر درغ چقدر گفتم این صفت مردم درغ همچنین صفت دیگر قشلاق و دهه های دیگر تاجیکستان آن است که آنها مردم دوست هستند، همسایه دوست هستند، انسان دوست هستند، جهان دوست هستند. درغ همچنین یک جزء از کل تاجیکستان است. تاجیکستان هم صفت بهترین تاجیکستان این انسان دوستیش است، جهان دوستیش است، همسایه دوستیش است. این صفتی که تاجیکستان در آن را تجسم میکند. همین تجسم را ما در شعر رودکی میبینیم. شادی است در این جهان برتر از دیدار روی دوستان. همین صفت را ما در وصف شعر استاد ترساده میبینیم که آغوش گرم گرفتن دوست را رسم خوبی تاجیکان گفته است. همین صفت را ما در سرود ملی تاجیکستان، در متن گلنظری سرود ملی تاجیکستان میبینیم که میگوید که تو هستی و همه جهان حبیب ماست. ما همین جهان رو دوست میداریم. همین صفت است که در سیاست امروزه سرور دولت، پیشوای ملت ما محترم امام علی رحمان که تحریزی کرده است و پیاده کرده است آن را میکند. این همین صفت انسان دوستی، جهان دوستی و همسایه دوستی تاجیکان است. من در همین دهه، از چنین دهه‌ای که یکی از صفت‌های همین صفت تاجیکستان است، من تولد شدم. مکتب دهه ما، مکتب زادگاه من یکی از مکتب‌های خیلی هم دارای عنعنه‌های خیلی هم بلند تاریخی است. مکتبی است که در آن بهترین خط کنندگان آن از بهترین نمایندگان سمت‌های گوناگون، هم سیاست، هم علم، هم فرهنگ، در همه ساحه‌های مثلا حیات امروزی تاجیکستان پیشرفت هستند، نمونه بودند و امروز به آنها ما تاجیکستان فخر میکند. یکی از بزرگترین نمایندگان مثلا من نام میگیرم استاد
قربان واسه که تا به سطح مشاوری دولتی سروری دولت رسیده است. این افتخار دولت، این مکتب ما است. این خط کننده تربیت گرفته همین مکتب است. مکتب من شخصا خودم از آن میبالم که چنین استادان بزرگ داشتم. دیرکتورهای مکتب ما رجب سفروف، ملا نوروز واسیف که امروز این مکتب به نام همون کس است، مخصوم آدینایف، دیرکتورهایی بودن که خیلی صفت رهبری کننده بلند داشتند، مکتب رو خوب اداره میکردند، در تربیت نسل نورس جوانان سهم گذاشته هستند. من از آن میبالم که استادان اولی من قبلگاه خودی من یکی از اولین معلمان دیه پدری خودی من بودند. همچنین همراه حیدرقل شریفوف یکی از اولین معلمان دیه که به من درس عبرت، درس حکمت، درس علم داده هستم. من از آن میبالم که استادان اولی من جرقل حسنف بودند، سید عالم باقیف بودند. آنها شخصیتی که در تشکل من، در شکل شخصیت من نقش بازیده هستند. این چنین معلمان هستند. همچنین دیه با آن طبیعت زیبای خودش، در انسان طبیعت نیز میتواند نقش بازد، میتواند تاثیر گذارد. مثلا چنین باششگاه تابستانی ها مثل منج، فرزادی فرحزاد، مثل غزه، اینا باششگاه هستند که خیلی هم زیبا هستند. مثلا فرزاد ما در سرگه دریای درغ جایگیر است. درغ در قشتاق دریای درغی که یکی از اومده با دریای کزو همراه شده، یکی از شاخه آب‌های خیلی بزرگی دریای زرافشان می شود. شما تصور کنید که هزارها سال پیش از این از آب زرافشان، از آب درغ ما که به زرافشان میریخت و به سمت سمرقند بخارا میرفت، کیا نوشیدگی هستند، کیا خوردگی هستند. امام بخاری شاید زمین آب هم دریا خوردگی است، از آب دریا ما هم نیست خوردگی است. مثلا ابولیث سمرقندی صاحب بحرالعلوم، یا اینکه مثلا شیخ الرئیس ابن سینا، اینا از زمین آب دریای ما نیز نوشیدند. همچنین در ساحه سیاست اولین اساسگذار دولت یکوی تاجیکان اسماعیل سامانی نیز من گمان میکنم که از آب دریای ما نیز خورده است. از این ما فخر میکنیم که آب ما تا به جاها رفته، تا به سمرقند بخور رفته، چون این بزرگای ملت را سیراب کرده است، شاداب کرده است. این درغ ما است.